طالب دو تا دیدگاه خیلی مشخص و دو تا خواسته خیلی مشخص داره. یکیش افغانیت و یکیش اسلامیت. بحثی افغانیتش همیشه چربتر از بحث اسلامیتش بوده. من یعنی جا را دارم و سند دارم و آدمایی را میشناسم که وقتی که کدام تقابل و تنش بین افغانیت و اسلامیت در درون افغانستان و در ساختار طالب پیش آمده، افغانیت همیشه غالب بر اسلامیت بوده و این مسئله باعث شده که خیلی از آدمای مهم و خیلی از شبکه‌های مهمی که در پهلوی طالب با حکومت افغانستان با جامعه جهانی در جنگ بودن از این مسئله دل سرد شوند و طالب را رها کنند و برن در کشورهای دیگر جابجا شوند. طالب بنابراین پروژه‌ای در قدم اول پروژه‌ای درون افغانستانی است. طالب دنبال این نیست که برای کدام کشور دیگر حالا که افغانستان گرفتن و در افغانستان استقرار کامل پیدا بکنن دنبال فتح کدام کشور دیگر باشد، برخلاف گروه‌های تروریستی یا مثل شبیه القاعده و داعش که خود جهان شمول می‌بینند که در واقع رمز ماندگاری و گروه‌ها همین جهان شمول بودن اوناست. ولی در بحث طالب مسئله کاملا برعکس است. طالب شدیداً یک گروه قومی است و تا حد زیاد گروه زبانی است. دوستای دیگه که اصلا به هر حال میگن که یک گروه قومی و اسلامی است و ایدئولوژی و دینی است. من میگم نه. طالب شدیداً یک گروه قومی است و تا حد زیاد شدیداً طرفدار یک زبان است. بنابراین بحث اسلامیت طالب در عملکرد که طالب تا به حال نشان داده، ایدئولوژی که طالب در پیش رو دارد تحت شرایط با اون اسلامی که ما میفهمیم قابل فهم و قابل جمع نیست. بنابراین قرائت طالب از دین که است یک لاپوشه که میتونه یک هویت اسلامی و ایدئولوژیک برای خود تعریف کنه. به چند دلیل؟ به دلیل اینکه با گروهی ایدئولوژیک و افراطی جهانی و منطقه‌ای ارتباط برقرار کنه، از امکانات نو استفاده بکنه و از طرف دیگه چون جامعه افغانستان شدیداً جامعه سنتی و مذهبی است و در لالا و در لایه‌های مهم از جامعه افغانستان اینا میتونن که از آدرس مذهب وارد شوند و در اونجا بتونن برای خود پایگاه اجتماعی خلق کنن. الا عملکرد طالب در این دوران 30 سال نشان داده که کمترین مطابقت و همخوانی با اصول و پرانسیب اسلامی نداره. حرف آخر من اینه که خیلی خوبه که برای طالب در هر جایی که ما با طالب مذاکره میکنیم، که با طالب ما مقاطعه میکنیم، یک مسئله رو همیشه ما باید روبروی طالب بگذاریم و اینه که طالب از 2001 به بعد تا همین امروز بر اساس آخرین آماری که توسط سیگار یعنی بازرس ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان نشر شده، اینه که 114,000 شهروند افغانستان طالب در این دوران 20 سال کشتن. 114,000. یعنی طالب تا به حال از آمار ارقام قربانی خود کمترین یاد نکرده. تازه از مردم افغانستان و از بقیه اقوام اونا طلبکار هم هستن. بنابراین ما متاسفانه در موقعیت قرار گرفتیم که اصلا نمیتونیم با وضعیت به صورت درست تعیین تکلیف کنیم. خب دلایل پیچیده زیاد داره که دو تایش من گفتم که به هر حال در طرف یک گروه خیلی شدیداً سرکوبگر و ظالم تا به دندان مسلح قرار گرفته و در طرف دیگه مردمی که هم جامعه جهانی به اونا خیانت کردن و هم خود سیاستمدارای افغانستان شدیداً به اونا خیانت کردن و اونا رو در یک بزن بکوب و سرکوب رها کردن که برای فعلا هیچ کاری از دست اونام ساخته نیست مگر این که زمینه تضعیف طالب از درون خود طالب، از درون افغانستان و از بطن افغانستان فراهم شود تا اینکه زمینه و فرهنگ طالب سازی و طالب پروری در دراز مدت از افغانستان کنده شود. سلامت باشید. علیرضا جان گپ بزنم، ولی امی که هر چیز را در چارچوب دین اسلام تعریف میکنه، فکر میکنه هنوزم حرکت دینی نیست یا حالا دین نقش نداشته در پرورش این گروه؟ هیچ تاثیر نداشت؟ امی که صحبت از طالب میشه میگه اینا همو افراد هستن که در مدارس پاکستان پرورش میابن و شستشوی مغزی میشن که بالاخره در نهایت اگر پرسان شود که اوکی با چی ابزار شستشوی مغزی میشه، خب با کتاب کیمیا و بیولوژی نمیشه اینا آماده استشهاد و انتحار و فلان و بهمان. خب بدون شک موضوع پیشتر شما گفتین قومی نقش خودشو داره ولی دین آدم نمیتونه نادیده بگیره. نه من منظورم وقتی که میگفتم اینه، نه منظورم می بود که طالب درسته که یک
گروه شدیداً بنیادگرا و افراطی دینی ایدئولوژیک است. دو جای شک نیست. یعنی خب به هر حال یک تحقیق خیلی جدی توسط یک نفر انجام شد سال 2014. کسی به نام تیو فارل در دانشگاه سلطنتی بریتانیا تدریس میکرد، در استرالیا رفته. و میگه خب به هر حال راز ایمانداری طالب دو مسئله است. یکی اینه که طالب با همین الزامات جنگ در افغانستان خیلی میتونه انعطاف پذیر باشه، خیلی راحت میتونه که در روش جنگ خود در تاکتیک‌های جنگی خود یعنی تغییرات خلق کنه. یک مسئله. و بحث دیگه ای که مهمتر از اون مسئله بود اصلا همون پایگاه اجتماعی طالب در درون مرزهای افغانستان بود. او مثلا میگفت من شخصا با این کاملا موافقم. من در کابل کار میدانی کردم، در بامیان کار میدانی کردم، در جلال آباد در ننگرهار کار میدانی کردم و اما تو بلخ کار میدانی کردم. من اینا رو میفهمم با تمام جزئیاتش. اما نقش اسلام اینجا در کجاست؟ من حرفم این بود که درسته که به هر حال اون قرائت‌های دینی یک بخشی مهمی از راز رمزگاری طالب تشکیل میدن، در جای شک نیست. یعنی بستر شکلگیری طالب بر همان بستر ایدئولوژی و دین استواره، در جای شک نیست. یعنی یک بحث دیگه که برای فعلا در وقتا در مطالعات تروریسم بین الملل خیلی مطرحه، بحث رادیکالیزیشن یا رادیکالیزه سازی لایه‌های جامعه است که به هر حال اینمی طالبایی که از افغانستان رادیکالیزه میشه و بعدا اونها وارد جنگ میشه. اگر احیانا اونها رادیکالیزه نشن اونها نمیتونن جنگ کنن. و یک بحث او بحث من نبود. حرف مهم ای بود که طالب به دنبال استقرار حکومت اسلامی که پاسخگوی الزامات عصر جدید باشد نیست. یعنی یک حرف خیلی خیلی کلان ایه. یعنی من میگم که طالب از اسلام سیاسی استفاده ابزاری میکنه. طالب به دنبال این نیست که یک حکومت اسلامی را برقرار کنه که او بتونه که پاسخگوی تمام اون الزامات و نیازمندی‌های جامعه امروز باشد. یعنی طالب یعنی اسلام نیست، یعنی نمیخواد. یعنی وقت ما میگیم عمل طالب در این جاهاست که با طالب با اسلام در تضاد قرار میگیره، با دین در تضاد قرار میگیره. حالا مثلا شما پنجشیر تصور کنید که اون همه آدم بیگناهی را که اینا در پنجشیر قتل عام کردن، اون همه آدم بیگناهی که اینا در قندهار قتل عام کردن، اینا هیچ کدامش هیچ گونه سازگاری با هیچ دین نداره. اساس ما میفهمیم که دین در مجموع یک حالا چی ما دوست داشته باشیم چی نداشته باشیم، چی ما دیندار باشیم چی دیندار نباشیم، میفهمیم که دین تقریبا پدیده خشونت پذیر و خشونت افزا هست و اون بیشتر خشونت فراهم میکنه. ولی با وجود زمین فهمی که ما از دین داریم، قرائتایی که طالب از اسلام و از دین ارائه میکنه کمترین سازگاری با اون قرائتایی که یک دین باید داشته باشد و اسلام باید داشته باشد یا به هر حال هر دین و مذهب دیگه داشته باشد طالب نداره. فقط میگفتم که تفاوت اینجاست. یعنی مسئله خیلی مهمه که همیشه باید آدم را تفکیک کنه. درسته که طالب از تمام امکانات مجاری و ابزارهای دینی استفاده میکنه، ولی به دنبال استقرار یک حکومت دینی و مذهبی که برای همه ایدئال باشه و همه در او حکومت خود ببینه و بتونه که حقوق اساسیش را تامین بکنه نیست. این یک حرف خیلی مهمه به نظر من. همیشه علی رضا جان بفرما. تشکر تحمینه جان. من اول صحبت‌های من با 2 تا کامنت شروع میکنم. یکی این که من فکر نمیکنم که او طالبی که 3 ماه هست آماده عملیات استشهادی هست یک تعبیر مثلا از اسلام سیاسی به نفع خودش داشته باشه، غیر از این که بخواه اسلام پیاده بکنه و به بهشت خودش برسن. 2 از بحث دوستان میشه اینطور نتیجه گرفت که گفتگو کردن با طالبان بسیار منطقی به نظر نمیرسه، چرا که طالبان یک گروه تمامیت خواه هستند و اساسا قائل به جریان‌های غیر همفکر نیستند و تمایل به پذیرش و تغییر سیاست‌های خودشان، تمایل به پذیرش افکار غیر همسو و پذیرش بقیه اقوام را ندارند. به همین خاطر گفتگو کردن با طالبان میتونه بسیار بی‌نتیجه و حتی بسیار مخرب باشه، چرا که این میتونه این پیام را به دنیای پیرامون ما مخابره بکنن که طالبان بر اثر تعامل و گفتگو با بقیه جریانات به قدرت رسید و
انسجام پیدا کرد. به خاطر همین من خیلی موضوع رو بهش خوشبین نیستم و منطقی نمیدونم. یکی دوستای دیگه هم گفتن که چند تا دوستان گفتن که جنگ راه حل نیست. من فکر میکنم که خوبه همین دوستان مثلا همین کامنتشون برن، همین امروز هم میتونن به طالبان بگن، میتونستن 10 سال پیش به طالبان بگوین. به نظرم یعنی گفتن این که جنگ راه حل نیست در این روم که خیلی خیلی از دوستان قائل به جنگ نیستن، یک مقدار مغالطه به نظر میرسه. اونایی که قائل به جنگ هستن مثلا امروز دارن جنگ میکنن و هیچ کسی این تقابل باشون نمیکنن، به جز این که بیاین مثلا این در این روم عنوان بکنن. یک مقدار خیلی منطقی به نظر نمیرسه. تشکر که این فرصت دادید. نباشه علیرضا جان، من دیدم که آقای صابر مایک زد و تقی جان و قادر جان. از بالا شروع میکنیم. صابر جان بفرمایید. اگر من زیاد مزاحم میشم، از دکتر عارف یک سوال داشتم و اویی که ایشان گفتن که منتظر بشیم که در بلند مدت درونیات یا مکانیزم‌های درونی جامعه افغانستان چه رقم طالب را به کنار میزنه و برمیاندازه. من یک مقدار با همین یک سوال دارم، یک شبهه هست به ذهن من. به نظر من همونطور که خود دکتر عارف هم گفتن، خود طالب بحث اسلامیتش اصلا فقط یک ابزار هست، استفاده ابزاری است و نمونهش هم همین که سران طالب خانواده‌شان هم حال خارج هستند. یعنی خود از زمانا سران طالب بله و سرباز انتحاری بله در روح شستشوی مغزی شده که همونجا خانواده خودم حاضر است بیاره با هم انتحاری کنن، ولی سران طالب خانواده خودشان حاضر نیستن که تحت عنوان در بهشت موعود خودشان زندگی بکنن، در خارج زندگی بکنن. ولی ای که بگیم در بلند مدت حواله بدیم برخورد با طالب را به درونیات و مکانیزم‌های درونی جامعه تا این جامعه از افکار یک به لحاظ درونی و فرهنگی در بلند مدت تغییر بکنه و طالب را کنار بزنه، من فکر میکنم که در صورتی میتونست یک گزاره قابل اعتنا باشه، درست باشه که طالب اراده‌ای برای حکومت کردن داشته باشه. من به نظر من طالب اراده‌ای برای حکومت کردن هم نداره، بلکه فعلا هدف و کارکردش همین است که جامعه رو بی‌ثبات نگه داره. چون در این بی‌ثباتی کیا ضرر میبینه؟ همون مردمی که الان فقیر شدن، همون مردمی که الان نان خوردن ندارن و در یک نظم حداقلی داشتن، دانشگاه ساخته بودن، تجارت میکردن، شرکت داشتن، بیزنس میکردن در همون حتی هم فرآیند خراب گذشته. اونا را برای اینکه اونا را به زیر بکشانه، طالب آمد مسلط شد یا مسلطش کردن تا اونا را به زیر بکشانه. چون او عقبه‌ای که خود عقبه قومی که خود طالب ادعای از او داره و برای از اونا می جنگه یا برای از اونا همین کارا رو کرده، اونها چیزی بیشتر از این فقیر نمیشن. یک تجارت مافیایی را سرش سوار بودن که الان هم دارن. اتفاقا الان زمینه تجارت مافیاییشون خود بیشتر هم شده، از گروگانگیری و دزدی و راهزنی و باجگیری بگیر تا مواد مخدر و همه داستانا. ولی او مردم دیگری که طالب میخواد اونا را حذف کنه، برای حذف از اونا نیاز به بی‌ثباتی داره و اینم گرسنه نگه داشتن مردم. عملا از یک جهت ما ممکنه فکر کنیم که خوی زمینه شورش گرسنگان برپا میکنه، ولی از طرف دیگه چون طالب اراده حکومت کردن و خواست حکومت کردن نداره و مسئولیت به همین خاطر نمیپذیره، خیلی راحت او شورش منتظر است که گرسنه ها شورش کنن تا بدون هیچ گونه مسئولیت پذیری اونا را حذف کنه و کشتار کنه. از این خاطر به نظر من منتظر ماندن بلند مدت برای شورش گرسنگان خیلی به چی نمیرسه، خیلی به نظر من منطقی نمیرسه. چون بله اگر طالب میخواست ماندگار شد به عنوان حکومت و در کنار او دستاوردهایش و پاداش حکومت کردن مسئولیت‌هایش هم حداقل به طور حداقلی هم اگر میپذیرفت، میتونستیم به یک همچون چیزی روند بلند مدتی اعتبار قائل شیم و منتظر نشانهایش بمانیم. ولی الان با توجه به این بحث من فکر میکنم که خیلی یک مقدار مشکوک باید باشیم و با سوال به این تحلیل نگاه کنیم. نظر شما چیه دکتر عارف؟ ممنون جناب جعفری عزیز. سوال خیلی کلیدی واقعا میاد که باید ما باید این وضعیت تایید نسبت بکنیم که
ما چی میشه اگر ما این سوال درست بفهمیم و جواب درست برش پیدا کنیم، بخش زیاد از مشکلات و مخمخه که بهش گیر کردیم حل میشه. و بفهم اینه که برام این که اطلاعات خیلی اول و دست اول و قابل اعتنا برای فعلا ساختار طالب بیرون نمیزنه. یک قضیه است و از طرف دیگه اینه که برام ما وضعیت خفقانی که طالب اینجا حاکم ساخته در افغانستان، نسل جدید افغانستان با طالب تحت هیچ شرایطی قابل جمع نیست و این خودش میتونه که برای طالب یک چالش باشد در دراز مدت و این نیروهای تید پاکنده‌ای که ما در چهار طرف داریم اینا مادام العمر نمیتونن با وضعیت به آسانی کنار بیان و در نهایت هم باید یک راه حل پیدا کنن و پیدا میکنن. من معتقدم به این. و صرف دیگه که ما از تاریخ میفهمیم که رخدادهای اجتماعی در نهایت هم مسیر درست خودشون پیدا میکنن و فقط آدم باید منتظری بمونه که همون زمینه کماکان فراهم شود تا که مسیری اون رخداد اجتماعی در یک مسیر درست‌تری قرار بگیره و خودش توسعه پیدا کنه. بحث دیگه اینه که من خیلی میگم که برای فعلا چون ما در وضعیت خیلی وحشتناک آسیب پذیر قرار گرفتیم باید کمی محتاط برخورد بکنیم با وضعیت. و شاید یک مسئله دیگه که من با دوستانم که در افغانستان هنوز هم هستن اونجا در ساختارهای رسمی غیر رسمی بودن و هستن مثلا تا حد زیاد رصد میکنن و تعقیب میکنن، فهم اینه که طالب در دو بخش شدیداً با چالش رو براست. یکی همون گفتم که تشنجات داخلی خود طالبان بر سر چند مسئله. اول بحث مدیریت قومی جامعه پشتون در باید طالب شدیداً مطرح است که کی در نهایت امر باید رهبر بلامنازعه و مدیر بلامنازعه یعنی امور قومی پشتون باشد که من فکر میکنم که قابل مدیریت برای فعلا نیست. یعنی طالب نمیتونه که متفاوت مدیریت کنه و در نهایت هم روی یک زمینه شکاف بین اونا فراهم میکنه. یک بحث دیگه اینه که طالب در برابر گروه‌هایی که تا به حال گروه‌های تروریستی جهانی و منطقه‌ای که به عنوان بازوی راست طالب و بازوی عملیاتی طالب در دوران 25 سال یا 30 سال عمل کردن قرار گرفتن، اونا طالب شدیداً زیر فشار قرار دادن که خب شما باید با ما تعیین تکلیف کنید که در نهایت هم سرنوشت ما چی میشه. اونا من گفتم که کسایی که دوست ندارن که بعد در داخل افغانستان بمونن، برای اینکه اونا اگر احیانا در افغانستان بمونن طبعا که اونا دچار اضمحلال میشن و در نهایت هم فلسفه وجودی از بین میرن و اونا طالب عملاً امیال زیر فشار قرار دادن که خب قرارداد و کنتراتی که ما داشتیم یا قراردادی که ما با هم داشتیم این بود که افغانستان رو فتح میکنیم، بعد از افغانستان میریم دنبال کشورهای دیگه. و حالا طالب من گفتم که طالب گروهیه که همواره به دنبال اهداف خود در داخل مرزهای افغانستان و خودش طالب در یک تنوع خیلی شدید قرار میده و از یک طرف دیگه که برای طالب ممکنه که به هر حال استقرار بر افغانستان یک مزیت حساب شود. در واقع امر اینه که در نظم بیرون از افغانستان خصوصا در حوزه یا در رابطه شبکه‌های تروریستی طالب عملاً دچار یک فشار بیرونی هست. کما اینکه پیروزی طالب در افغانستان مایه الهام بخش بزرگی برای سایر شبکه‌های تروریستی در شبه قاره و خارج شبه قاره شده. مثلا من اطلاعات خیلی دقیق در دسترس هستم، دوستایی که ما در هندوستان کار میکنن با اونا در تماس ما میگن خب به هر حال ممکنه که طالب یک مایه الهامی برای گروه‌های تندرو در هند باشد، برغم اینکه دولت مرکزی هند خیلی دولت مقتدره و ممکنه که سرکوب کنه و شبکه‌های اسلامیستی تروریستی را، ولی از آنجایی که جمعیت مسلمانان در هند قابل ملاحظه است و از طرف دیگر که روابط میانه اینا با حکومت مرکزی شکرابه میتونه که زمینه رو فراهم بکنه. بنگلادش کشور دیگه که واقعا در معرض خیلی خطر جدی قرار داره که اگر طالب در افغانستان برای یک مدت زمان نسبتا طولانی و قابل ملاحظه استقرار پیدا بکنه، وضعیت افغانستان ممکنه که در بنگلادش سرایت بکنه. شما سریلانکا رو مثلا مد نظر بگیرید و همون تا حد زیاد اندونزی یک از کشورهای دیگه که ممکنه در دراز مدت با این خطر روبرو شه، برغم اینکه در اندونزی تلاش کردن که بحث همین بنیادگرایی دینی را مدیریت بکنن، حتی اونا تلاش کردن که شریعه را غیر متمرکز بسازن. یعنی یک بحث خیلی جالب اینه که حالا جای باز کردن این بحث اینجا نیست، شاید خیلی از دوستان نشینه بشن از ولی که اونا به هر حال اونجا شریعت غیر متمرکز ساختن و صلاحیت رو دادن به همون لایه‌های پایین جامعه که شما به هر حال امور خودتان مدیریت بکنید تا اینکه زمینه رشد از این گروه‌ها اونجا فراهم نشه.
و بحث سوم، حرف آخر من اینه که بنظر خیلی مهمه که طالب با یک جمعیت 3 میلیونی شدیداً فقیر و گرسنه روبرو است و طالب به تنهایی تا به حال نشان داده که هیچ گونه ظرفیت و امکانات و ابزار مدیریت اینمی جمعیت 3 میلیون فقیر و گرسنه و بیکار نداره. گزارشات امروز شما شاید بشه که در جای افغانستان سربازای خود طالب وارد خانه‌های مردم شدن، از اونجا نان دزدیدن، آرد دزدیدن که توسط مردم محل دستگیر شدن، توسط خود طالب دستگیر شدن که خودش میتونه از خطر خیلی جدی برای طالب باشد. من فکر میکنم که خب به هر حال این نشانه ها و شاخصایی که میتونه برای ما دست کم یک سلسله از راهنمایی لازم ارائه بکنه مبنی بر اینکه خب طالب کار شدن شکننده است. بعد بحث بیداره که ما چطور با وضعیت مواجه میکنیم و در بعدی که به هر حال با طالب میشه جنگی نظامی کرد یا نه، برای فعلا من حداقل او زمینه را برای خیلی از مردم و خیلی از جاهای جغرافیایی افغانستان خیلی مساعد و واقعا معقول نمیبینم به دلایل متفاوت، خصوصا هزارها من خودم شخصا که از جامعه یا از مردم هزارمه برای فعلا فکر کنم که به صلاح نیست که با طالب وارد تعاملات یعنی وارد تقابل روی نظامی و گرم شد. سلامت باشید. زنده باشین. همین دوستایی که کامنت دارم یارم میشنویم به خاطر از اینکه از ساعت 2 روم ادامه داره، 2 روز و الانم ساعت 5 است. اجازه است بانو تامینه؟ بله من متوجه بودم، من یادداشت گرفته بودم که آقای قادر، تقی جان و شما کامنت داشتین. اگر اوکی بگذار باشه شما بگوین خیلی کامنتتان بعد از باز تقی جان میگه، حرفی نیست. کامنت ما مختصر است در رابطه با صحبت‌های آقای سحر است. من کل صحبت‌هاش با تأسف از شروع نشنیدم، از قسمت‌هایی که شنیدم برای من واقعا تعجب برانگیز بود. خیلی فرازها و گزاره‌هایی را که استعمال کرد در صحبت‌های خود و مسائل هم که طرح کرد، خیلی گپ‌های شما موافق نیستم، واقعا موافق نیستم. من یادداشت کردم با خود بسیار کوتاه، چون من در وسط صحبت‌های آقای سحر وارد روم شدم. آقای سحر طالب یک جریان فقط قومی، خیلی تاکید هم کرد سری امی جنبه طالب دانست و جنبه مذهبی یا دینی شما، من بیشتر میگم مذهبی میخوایم بگم نه دینی، روی جنبه مذهبی اینا حتی بعضا یادی نکرد و او را بسیار ناچیز جلوه داد. من فکر میکنم اگر ما زیاد تاکید روی بخش قومی اینا بکنیم، اگرچه من در صفحه فیسبوک خود در ماهای پیش که طالبان تازه در حال حرکت بود به سوی ولسوالی‌ها و شهرها، اما اونجا یک تعریف داده بودم که اینا یک گروه فاشیستی قومی مذهبی هستند و ما باید هر دو بخش در نظر داشته باشیم. یک بخش انکار کردن، بخش مذهبی، بخش تحجر مذهبی، بخش بنیادگرایی بسیار بسیار خشن مذهبی را اگر ما یاد نکنیم، نادیده بگیریم یا انکار بکنیم، ما یک واقعیت دو نصف کردیم، دو تقسیم کردیم، نصفش نفی کردیم. اینا یک گروه فاشیستی با قرائت فاشیستی و با عملکرد فاشیستی مذهبی قومی یا قومی مذهبی هستند که تقریبا این پله ترازو گاهی یکی سنگین تر میشه گاهی دیگری. من با این بخش تحلیل آقای سحر موافق نیستم. دیگر در موردی یک جمله را گفت بسیار جالب است از آقای سحر که میگه در عرصه اسلام سیاسی و در عرصه تروریسم تحقیقات داره. برای ما بسیار عجیب بود. گفتن که طالب از اسلام سیاسی استفاده ابزاری میکنه. این کاملا از بنیاد اصلا منطقا ادای چنین جمله درست نیست. اسلام سیاسی خودش یک ابزار است، یک وسیله است، یک راه است و خودش یک چالش است، یک مشکل است. ما مشکل جهان امروزی ما با اسلام سیاسی است و تمام گروه های تروریستی بسیار تندرو و کمتر تندرو و کمتر از او تندرو، همه در قالب و در همین ظرف اسلام سیاسی قابل تعریف است. ما نمیتونیم بگیم که از اسلام سیاسی که چیزی بدی نیست اینا استفاده ابزاری میکنه. این من نمیفهم که اشتباه لفظی بود متوجه نشدند یا یک به این فکر هستند. اگر فکرشانی باشه که اسلام سیاسی
در ذات خود بد چیزی بدی نیست و چیزی منفی نیست و استفاده ابزاری کردن از این منفی است، این اشتباه بزرگی میکنه. دیگه جملات خود دوست ما بسیارش متوجه نمی باشه که چی میگن. میگه ما باید منتظر باشیم تاریخ خودش راه خود پیدا میکنه. این در ابتدای صحبتش بود در دفعه دوم. ما جدا مخالف این گپ هستیم. ما همه مخالف، اکثریت کسانی که در جبهه مخالف طالب هستند و برای ساختن یک افغانستان آزاد کار میکنه، تلاش میکنه، ما مخالف چنین یک برداشت هستیم که ما باید منتظر بشینیم تا تاریخ راه خود پیدا بکنه و فرصت بیتیم. این جمله را زیاد تاکیدم کرد آقای سر رویش. نه، چنین چیزی نیست. تاریخ ماستیم، تاریخ آدم هاست، انسان است. ما تاریخ میسازیم، میتونیم مانندی که طالبان تاریخ ساختن تاریخ به عقب ببرن، ما میتونیم تاریخ بسازیم تاریخ به پیش ببریم. تاریخ یک پروسه انتزاعی جدا از آدم ها و جدا از جامعه نیست. منتظر شدن برای تغییر تاریخ، برای یک زمان و خودش تغییر بیاره، این اشتباهی بزرگ است، مغالطه بزرگ فکری است. این ما قبول ندارم. آخرین جملهش هم که گفتند بازم من نمیفهم چی من والا مشکل داشتم با صحبت‌های آقای سر. میگه با صلاح هزارها نیست که در تقابل با طالبان قرار بگیره. من نمیفهمم چرا ما نسخه صادر بکنیم برای مردم، برای یک جامعه 8 و 10 میلیونی هزاره که به صلاحشان است بجنگه یا به صلاحشان نیست نجنگه. این امر و این حکم کردن ما هم حق ندارم، آقای سحر هم نداره و هیچ کسی حق نداره. ما میتونیم نظریات خود بگیم، حرفای خود تحلیل و برداشت‌های خود ارائه بکنیم، پیشکش بکنیم. قضاوت با مردم است و تصمیم با مردم است. نه مردم هزاره یک مردمی یک گروپ نیست که یک گروپ بگیم خب رهبریش و استقامتیش به دست افرادی باشه یا به دست یک جریان سیاسی باشه که چپ بخواه چپ ببره، راست بخواه راست، مستقیم نه. جامعه هزاره یک جامعه متکثر است، بزرگ است. روشنفکرها هست در اینجا، روحانیون هستند در اینجا، اهل کسب هستند در اینجا، دهقانان هستند، شهریان هستند، اطرافیان، روستاییان هستند، کسانی که در موسیقی جدی با وضعیت فعلی مواجه هستند، کسانی کمتر با مشکل برای فعلا دست به گریبان هستند. ما نمیتونیم بگیم که جامعه هزاره یک گروپی است که ما این را کمانده بیتیم چپ راست مستقیم. نه، ما تحلیل باید بکنیم. ما حقی را نداریم که بگیم به صلاحشان نیست. شاید به صلاحش باشه، خودت تصور نکنیم، من نکنم تصور، و شاید رای دیگری نباشه برای یک بخشی. بنابراین ما عرض می است دوستا که وقتی میاین ادعا میکنن که تخصص دارن در عرصه‌ای و از جمله هم گفتن که یک کسی به نام یک غربی تثبیت کرده بعد از تحقیقات که طالبان یک گروه مذهبی هم هستند. این واقعا خداور بود. ما نمیخوایم روی او تاکید بکنم. ما به او محققین نیاز نداریم که بعد از 25-27 سال موجودیت طالب بیا برای ما کتاب نوشته بکنه که اینا والا یک گروه مذهبی هم بوده. ما با گوشت و پوست خود فرد افغانستان لمس کردیم این هیولا را، بخش مذهبی و بخش قومی و تمام مصیبتی که با خود آورده. دوستا یک مقدار در صحبت‌های خود متوجه باشند. وقتی که در یک جمع صحبت میکنند، در اینجا مردمایی هستند اکثریت مطلقی که من حدس میزنم و یک تعداد میشناسم، اینا بسیار مسائل میفهمند، بسیار دقیق روی مسائل سالهاست کار میکنند. در صحبت ها بی‌مبالات نباشیم، در استعمال جملات و فرازها الله توکلی گفته مردم نباید استفاده بکنیم. هر جمله که ما میگیم مسئولیتش ما باید به دوش بگیریم، هر بحثی که ما میکنیم مسئولیتش باید به دوش بگیریم. به هر حالت من زیاد نمیخوام وقت دوستا رو بگیرم. من تعجب کردم واقعیتش از صحبت های آقای سحر، تعجب کردم. تشکر. قادر جان بفرمایید. بله خیلی ممنون. ما امیدوارم آقای دکتر عارف سحر ناراحت نشدن. این فکر کنم قانون روم در این کلاب هاوس زمین باشه که حالا افراد باید در واقع سهم برابر داشته باشن و در واقع کدام امتیاز ویژه و خاصی به بعضی افراد نباشه. از این سبب ما فکر کنم که کاری که خانم تامینه کردن کاری
اخلاقا درست است. به هر حال من نکته میست که ببینید دوستان، ما موضوع طالب و چیز یک چند نکته را در نظر بگیریم. من خودم دیگه این جنوب و شمال افغانستان بلدم، با فرهنگش، با تعامل مردم. ببینید ما همه مسلمانیم، یعنی پشتون و ازبک و تاجیک همه مسلمانیم و حتی اینکه در واقع پیرو مذهبی حنفیم و جز حالا شیعیان دیگه همه پیرو مذهبی حنفی. ببینید یک مسئله که ما نظر میست که شما فرهنگ جامعه رو نمیتونید نادیده بگیرید. مثلا طالبا چندین سال در واقعیت در ولسوالی همین اشکاشم که مثلا آقای میری مفتون در اونجا زندگی میکرد، خب آقای میری مفتون میدین چقدر آدمی آزاد بود. خب علی موسیقی است، مثلا دنبوره داره، نمیدونم با این ابزارهای موسیقی آراسته است و در تلویزیون طولو مثلا تا داور بود و خیلی راحت از مناطق طالبان رفت آمد میکرد و طالبان بدخشانی هیچ وقت او را به جرمی چیز در واقع شکنجه نکردن، آزارش ندادن اینا. ولی اگر قرار باشه که شما تصور بکنید که ایران مثلا در پکتیکا مثلا در جنوب افغانستان به خصوص و حالا در نظر بگیرید که مثلا در قندهار در اینجا شما تصور کنید یه چنین کسی اگر باشه طالبان با اونا چی کار میکردن طالبان اینجا. یعنی به نظر من این تفاوت ببینیم، یعنی اینا رو نمیشه نادیده گرفت. همه چیزا مثلا حالا در اسلام بگیم همه اینا مسلمان ها باید برخورد یکسان باشه، ولی اینجا میبینیم برخورد دوگانه است. مثلا شما مثلا خیلی راحت در 20 سال اخیر مثلا از بسیاری و در واقع از جنوب شما دختران زیادی را نداشتین که اینا وارد آزمون کانکور شوند، ولی در ولایت‌های دیگه مثلا این فرهنگ نبوده. یعنی خیلی راحت زنا خیلی آزادی داشتن، خیلی راحت آزمون کانکور وارد دانشگاه‌ها شدن اینا. ولی مثلا خیلی راحت شما در ایالت جنوب افراد زیادی ننگ می‌دانستن که در واقع دخترانشان برای آموزش ببینن. یعنی این تفاوت‌ها را باید ببینیم. اگر اسلام است خب باید اسلام باید یکسان عمل کنه دیگه. اگر اسلام اینجا نقش بازی کرده، اینا را به نظر من یه خورده عمیق‌تر ببینیم، بس داستان خیلی با این راحتی هم نبینیم. گپ دومی ما که هست است که شما مثلا آیغورها که مسلمانان در چین، مثلا در سینکیانگ چین با شدت توسط دولت چین هم سرکوب میشن، حتی زنانشان تجاوز جنسی شد توسط ارتش چین. BBC چندین گزارش ثبت کرد و طالبان وقتی کابل میگیرن اولین پیامشان است که چین ناراحت و نگران نباشه، طالبان جنبش هستند که با محدودی به افغانستان است و هیچ وقت خطری بر چین ایجاد نمیکنه و مسئله ایغورا مسئله داخلی چین است. ببینید خیلی راحتی مسائل ببینین. اگر قرار است اینا دینی عمل میکنن و داستان سیاسی نیست، داستان پشت سرش استخباراتی نیست، اطلاعاتی نیست، خب اینا باید راحتی مسائل باید گونه دیگه تعامل بکنن و میبینن چون اونجا به دلیل تعاملاتی که پاکستان با چین داره در واقع خیلی راحت حافظ و منافع چین میشن و خیلی هم با چین در واقع رابطه جدید. در حالی که اگر از نگاه دینی ببینیم قرآن تعاملاتش خیلی نزدیکتر از با اهل کتاب نسبت به آتئیست‌ها. چین که یه آتئیست از مثلا اونا به خدا باور ندارن است، خب کمونیست هستن بالاخره. یعنی اینجا در واقع اگر اسلام مد نظر است خب باید این تعامل خیلی تفاوت بکنه. و بعد دیگه میست که اینها تا دیروز در واقع مترجمینی که با امریکایی‌ها کسایی که کار میکردن اینا رو در واقع با جرم این که در واقع شما با کافرها کار میکنین و با یهود و نصارا کار میکنین اینا رو میکشتن، خیلی بیرحمانه مثلا گیر میکردن. ولی خودی از یا آمدن و اینا رو با جرمی که شما با اونا همکاری میکنین و در تعامل است و خودشان راحت 20 روز تقریبا یک ماه در فرودگاه کابل راحت در کنار اینا در واقع امنیت اینا را گرفتن و با اینا یک جا در خروج همین افرادی که تا دین روز مجوز کشتنشان از دین و آیات قرآن صادر میکردن ولی امروز اینا را برعکس عمل کردن. یعنی شما خودتان عقلتان قاضی بکنید. خیلی ممنون از دوستان. من تشکر. آقای فیروزی بفرمایید، شما هم کدام کامنت داشتید؟ آقای فیروزی گفتید من فقط یک چیز میتونم یکی از دوستان میگفت که این قضیه که جنگ با طالب از یاد چی نکنین، بدنمایی نکنین یا کلا نمی صلح یا صرف احتیاط در جنگ یا رقمه چی میکردن. من فقط یک جمله خیلی کوتاه میگم. من میگم که همین کسی که کارت به استخوانش میرسه امی آدم از همه پیشتر تصمیم به جنگ میگیره
و همین آدمایی مثل ماها که از بیرونش هستیم تحلیل میکنیم، فکر نکنم حداقل اولویت اول یا حق اول داشته باشیم که به این تعیین تکلیف جنگ بکنیم. و او رو ما به یک مثال میگم که یکی از دوستای ما یک تعبیر خیلی خوبی داشته، اتفاقا نمی بخش آدینس هم فکر کنم هستم الان، که میگفت آدم باید در مورد جنگ امیدتون نوشنی که هستن بتونم یک طرح سوال که بگم که آیا که جنگ در همه صورت با طالبان و یا سوال نمیشه گفت، میشه گفت احتیاط در تصمیم جنگ. و آدم باید امی سوال از خود بپرسه که یعنی باید در مورد امی یک نظر بده که خودش در مورد زندگی شخصی خودش هم بتونه بگه. من به طور مثال خودم یک برادر دارم در حاجت شهر زندگی میکنه. یک زمانی که این قضیه مقاومت احمد مسعود خیلی جدی شده بود و یک رنگ بوی خیلی احساسی گرفته بود، میگفت که من میام میرم چی میکنم، میرم در جبهه مقاومت چی میکنم. من به عنوان یک برادرش من میره به شدت مخالفت کردم و نماندمش که این کارو بکنه. خب این تصمیم بگیره. امیر آدم خب از که سوال بکنه امی که دمی کسای روم هستن که میگن که جنگ و ما با هیچ عنوان با طالب گپ نمیزنیم، نمیخوایمش. خب میسال از خودش بپرسه که آیا خودش، پسرش، برادرش اگر بخواد بره همین الان در جبهه مقاومت بره بجنگه، همین خودش جوابش چیه؟ یعنی اوکی، اگر اوکیه که آره میشه گفت که میشه حقی بهش داد که برتر جنگ بکوبه. اما من خودم شخصا میگم که احتیاط لازم است و اگرم جواب بری باشه کسی بگن که من یک روشن فکر هستم یا من تولید فکر میکنم چیکار من جنگ نرم میشه، اینا فکر کنم یک جواب خیلی خودخواهانه است که همیشه وقت مردم به خاطر سفر رفتن از هزینه دادن مطرح میکنه. اگر همگی واقعا چیز میگم که ما یک کشور اشغال شده هستیم، خب باید همگی حاضر به جنگ باشیم، حاضر به دادن هزینه باشیم. در غیر صورت به نظرم این که بیایم در هر صورت یک مردم خیلی خسته را یعنی کلا به صورت 50-50 جور کنیم، سیاستی جور کنیم، همین رقم طرح مسائل را به نظرم چیه راهگشا نیست و حتی در بحث موارد خودخواهانه است. خوب است دیگه. من فکر میکنم اگر دوستان در آخر حرفی دارم بفرمایید، اگرم ندارم ممنون از اینکه بودین و حرفایتان شنیدم. ما یک کسی نمونده، فقط یک دقیقه نوبت میدی؟ بله آقای سحر، یک سوء تفاهم هم همینجا حل بکنم که من نمیخوایم که مایک از دوستا بگیرم. به خاطر چی روم زده میشه؟ به خاطر اینمی که حرف زده شده. آره من راستش یعنی شخصی من اینه که من تحت شرایط از حرف هیچ کسی دیق نمیشم. خب یکی از خوبیای گفتگو همیست که ما تفاوت‌های خود را برجسته کنیم. اگه قرار بشه که همه یک رقم فکر کنه، یک کار درست نیست. همه که پالی هم دیگه جمع میشیم به دلیلی که افکار متفاوت بیشتر زمینش فراهم شده که بشنویم. ولی در یک قسمت ما با دوستان موافق نیستم، با که اولی که حرفا درست نمیشنون، نمیفهمن درست و تلاش نمیکنن درست بفهمن، و دیگه که خیلی به صورت مشخص میان آدما رو به هر حال نام میگیرن. مثلا یک چند نفر مرگ خب به هر حال پیش اسم خود دکتر نوشته. من خب شما حالا چی مفهوم کم از زیاد است، با شما در یک مسیر روان هستم نیستم، من هستم دکتر به هر حال، حالا نمیشه کار کرد. من برای اون زحمت کشیدم، یعنی 5 سال دانشگاه درس خوندم. و به هر حال بگذاریم از این گپا. برای گفتم که یعنی به هر حال همین زمانه کم تلطیف شد، یعنی همه ما مشخصا که هیچ کس با کسی مشکل شخصی نداره. من واقعا گلای مزدوسای اینه که حرفا درست نمیفهمن، خیلی وحشتناک رقم دچار احساسات مقطعی هستند. ما میفهمیم که به هر حال همه ما در شوک هستیم. این برای هیچ کسی قابل قبول نیست که کشور شما را، وطن شما را، سرزمین شما را یک گروه خارجی به اشغال کنه و شما را به هر حال سرکوب کرده، از خانه شما بندازه بیرون و شما با وضعیت تلاش کنید که کنار بید، یا کسی برای شما تجویز کنه که نه به هر حال شما با وضعیت کنار بید. ما همه اینا رو میفهمیم، یعنی تو نیست که نفهمیم. من در افغانستان بزرگ شدم، در افغانستان من کار کردم در شرایط خیلی سخت، حتی نزدیک داشت در افغانستان همه برادران طالب من را واقعا در سال 2015 بکش از همون خاطر من فرار کردم، پس مجددا برگشتم. خب به هر حال آقای خود دوست عزیز آقای نظر موج گفت که به هر حال یک نفر آمده گفته که طالبان او تحقیق نشان داد که طالبان مذهبی هم بوده، در حالی که من هیچ وقت این گپ نگفتم. من نگفتم که نفر رو تو گفته، یعنی خودش واقعا اکتفا میکنه، یعنی واقعا ما چگونه مثلا فهم میکنیم و چگونه مثلا گوش میکنیم و در نهایت هم فهم خود از وضعیت یا قرائتی از وضعیت داریم چگونه بیرون میدیم. این خیلی واقعا حرف نادرست، یعنی من در هیچ جای از صحبت‌های من
نگفتم که نفر آمده تحقیق کرده گفته یک از بودای طالبین بود که یک گروه مذهبی بوده مثلا به هر حال اون مسئله بود. و دیگه ای که مسئله مهم دیگه بود که اونمو شکلگیری بستر مسیر تاریخی. این رو به نظر من همه ما باید توجه کنیم و ما توجه هم داریم که پروسه های اجتماعی پروسه های خیلی زمان بریه که از دست یک نفر و 2 نفر 3 نفر اینا نیست که به هر حال ساخته شود و توسط 1 2 3 نفر به پیش رانده شود. و از همون خاطر هم هست که من میگم که برای فعلا اولویت ما اینه که جامعه ما در سلامت بمانه. اگر احیانا ما جامعه ما در سلامت بود، اگر جامعه ما امو سایکی امو ساختار روانی جامعه ما سالم بود، اگر امو ساختار جامعه ما اعتماد به نفس بود از دست داد، اگر امو ساختار روانی جامعه ما سرکوب نشد و تا نیست که با این وضعیت از این شوک برون بره، میتونه که مسیر تاریخ اونا رقم بزنن و میتونن که تاریخ به پیش ببرن و تاریخ مجددا تبیین کنن و جایگاه خود در اونجا حفظ کنن. دوستان من به نظر من که این توجه دارن که خب فرض بر این بگذاریم که همه ما گفتیم که ما میخوایم با فلانی گروه جنگ کنیم. ما باید موقعیت جغرافیایی خود به صورت درست سنجش کنیم، بسنجیم که ما در چه موقعیت قرار داریم، دایره‌های ما در کجاست و این هم تغییراتی که در نظم جهانی در چهاربر کشورهای ما در حال اتفاق افتادن است، ما چطور در این وضعیت جایگاه خود تعریف میکنیم و در کدام وضعیت قرار میگیریم. باز بعد وقتی که این مسائل کلانتر که روی سرنوشت جمعی ما تاثیر میذاره و درستی فهمیدیم، باز زمان میشه که به هر حال به نظر من عملات یعنی عملای خود بازو زمان یعنی کارهای خود عملا شروع کنیم و ایدای خود به کار عملی تبدیل کنیم. حالا به هر حال من یعنی فرد میخواد اکتفا میکنه، من نه ممکنه بحث بیشتر از به چالش کشنده شه چالشی شوه و این درست هم نیست. دوست دیگه ما بنظرم خیلی خوب گفت که به هر حال ما در اینجا کسی فردی میتونیم واقعا جگرخونی کنیم برای وضعیت، حالا که چقدر کار میتونیم نتونیم مثلا دست یک کار زمان بره دیگه، برای فعلا نمیتونیم قولی بریم به هر حال چوب دیسک بگیریم ما بریم خدمت مقابلا بودیم یا کس از کشور خود بیرون میرانیم. مثلا اون کارا خیلی درست نیست. یعنی در نهایت امر جنگ، حالا قطع نظر از اینکه جنگ با طالب و جنگ با خود، جنگ با هر کسی که است ماجراجویی نیست. یعنی یک مسئله خیلی مهمه که باید به صورت درست بفهمیم. سلامت باشید. من فقط این آخرین حرفی ما بود یا 2 سال دوستان هر حرفی که میگن بگید من میشنم. معال 52 دقیقه یعنی 8 دقیقه دیگه سر صنف مرم. اگر موبایلم خاموش شد یعنی بفهمید که من رفتم بدون خداحافظی، ببخشید که به احترامی نیست، من از هیچ کسی دیگه نمیشم. من خیلی هم دوستم که دوستا صحبت کنن. اگر فرصت مجال بود به هر حال من اینجا میمانم، صحبت همه شما رو میشنم ولی دیگه گپ نمیزنم. سلامت باشید. تشکر از شما آقای سحر. ما فکر میکنیم کم رو ما میبندیم. بله، در شرایطی که اگر شما را از خانه هایتان هم کوچ داد و باعث ازی شد که زمین و منطقه و هر چیزی که دار و ندارتان از شما میگرفت، جنگ راه حل نیست و برشان یک لبخند بسیار ملایی بزنین و بگوین بفرمایید اینمی خانه، اینمی طلا، اینمی تمام چیز ما است، دیگه چی میخواین از ما هیچ چیز نمیخوایم. سالیان سال زحمت کشیدیم، به خود زندگی آباد کردیم، شما آمدین و از ما همه چیز میگیرین. بفرمایید حرفی نیست، این ما دنبال رو جنگ نیستیم، ما خسته شدیم از جنگ. اسد جان، فتا جان، کاوه، علی رضا، اگر حرفی شما دارین بگین. بعد غیر از دیگه علی رضا جان بفرما. تشکر تهمینه جان. من فقط میخواستم یک جمله رو بگویم، یک موضوع رو اینجا روشن بسازم. اونم اینه آقای فیروزی عزیز، ما دقیقاً مثل خودت فکر میکنم، من دقیقاً فکر میکنم غیر اخلاقی است که ما در خارج نشسته باشیم و کسی رو به سمت جنگ هدایت بکنیم و تشویقش بکنیم. ما فقط میتونیم در یک صورت از کسی بخوایم مبارزه بکنه که خود ما مبارز باشیم، یا حتی در موضوعات اجتماعی مثل تظاهرات ها. ما اگر مثلا در یک تظاهرات خود ما نمیخوایم از نظر فیزیکی حضور پیدا بکنیم، از نظر من خیلی اخلاقی نیست دیگران رو تشویق بکنیم که در اون جریان بپیوندن. اما ما با چی مشکل دارم؟ ما با همین عنوان این گزاره که جنگ راه حل نیست، در بین جمعی که قائل به جنگ نیستن مشکل دارم. من میگم ما داریم راجع به یک موضوعی صحبت میکنیم، راجع به یک گروهی صحبت میکنیم که اینا سالیان سال بر اساس خشونت و جنگ به قدرت رسیدن. بعد ما میایم در گروه مخالف اینا این گزاره رو عنوان میکنیم. من این خیلی منطقی نمیدونم، وگرنه قبول دارم، موافق هستم، ما خود ما موافق جنگ نیستم. تشویق کردن به جنگ مسلما کار درستی نیست، به خصوص وقتی که خود ما در دوردست‌ها و در کشورهای دور در امنیت نشستیم، خیلی اخلاقی نیست. ولی این عنوان این گزاره در اینجا رو من خیلی صحیح نمیدونم. همین. تشکر که این فرصت ده.
تشکر علیرضا جان. فتا جان خودت اگر حرفی آخری داشته باشی. کاوه جان. کار تشکر دفعش من فقط تشکر میکنم از تمام دوستایی که سهم گرفتن آمدن. من شخصا خودم استفاده کردم از صحبت‌های دوستا. از خود کارشون آمدن بسیار تشکر. اگر دیگه دوستا حرف داره تقی جان، آقای نظر، آقای صابر و دیگه دوستایی که هستن، جواد جان، من رومو میبندم و مواظب خودتان باشین. شبتان خوب و خوش. لبخند ملی جالب آمده تحمیدن. لبخند ملی تشکر. صابر جان بفرما. تشکر. نکته‌ای را در چونی گپ خیلی زیاد گفته میشه که شما که میگن با طالب رای جز جنگ نیست، خیلی زیاد گفته میشه. امیر دو تا تفسیر برش دارم خیلی کوتاه. اول ای که جنگ فقط جنگ نظامی نیست، انواع اقسام جنگ هست. هر که اتفاقا در بعد از طالب و مبارزه و اعتراض مدنی زنها فوق العاده موثر بود. فقط قضیه نظامی نیست. دوما ای که مخصوصا حالا میگن شما که در خارج نشستین، اگر گپتان باور دارین خودتان برین داخل، بس بر سری ازی است که من از طرف خود صحبت میکنم، بهتر است نگم ما، وقتی میگیم مثلا با طالب نمی مذاکره و گفتگو معنادار نیست، بس ای هست که ما توصیف میکنیم وضعیت را. ای که مطابق از توصیف کسی موافق هست، کسی مخالف هست، عمل میکنه نمیکنه، مسئولیتش عهده خودش هست. مثل این میمونه که حالا یک کسی که مریض هست به دکتر بگه که تو گپ نزن، حق نداری به اون بگی من چه داری بخورم چون خودت مریض نیستی. به همون حد ای که شما چون در خارج هستین حق ندارین بگین، به همون حد بله هیچ کسی رو تعیین تکلیف نمیتونه بکنه، ولی به لحاظ توصیف وضعیت اگر مردم افغانستان میخواهند که طالب بر اونها حاکم نباشه، در این چارچوب و با این پیشفرض درک من از وضعیت و راه حل ای هست. حالا ای را کسی قبول میکنه پیش خوشش، کسی موافق نیست، هیچ مشکلی نداره، کسی موافق هست و بر اساس همین تحلیل خودش به چه نتیجه‌ای میرسه و زمین مبارزه خودش چرا تعیین میکنه و چه نوع جنگی رو، چه نوع مبارزه‌ای رو برای خود تشخیص میده، به عهده خودش است و مسئولیت خودش هر کسی عمل میکنه. در همین حد تشکر از فرصتی که دادید. تنده باشه اصلا جان. وقت داریم نداریم؟ بله بفرما. بر تو یک دقیقه اضافه وقت میتونی. آقای صابر جعفری خیلی البته خوب گفتن. من هیچ وقت نگفتم که جنگ یا نیست، فقط من تمام حرفم اینه که خیلی قضیه را میتونیم سیاسفید نکنیم و متاسفانه اگر سعی کنیم این طرف به اصطلاح پرو یا طرف مقاومت اگر سعی کنیم خیلی شدیدتر و به شکل اکستریمتر این گفتمان پیش بردن. خب اگر دقت کنین همون زمانی که سقوط کرده، حتی زمانی که مذاکرات شروع شد هم گفتن نه طالب نه، یعنی ظرافت قضیه اصلا سعی نمیکنن که احمد مسعود شروع کرد کار خود نه اصلا نه، یعنی کلا گفتگوها چی همین قضیه احتیاط در جنگ، اون چیزی که من میگم احتیاط در جنگ، یعنی میره کلا به صورت کلا کلمه یک ترم یک تابو مانند شده. یه نفری که می بچینین امیر خم گپای دمی رنگ که میذارن میگن تو طرفدار طالب هستی، سخنگوی طالب هستی. من فقط نیرو میخواستم بگم یعنی اصلا قضیه روی جنگ یا آدمی جنگ اصلا نیست. قضیه یک سری امیر که آدم ببینه ظرافت‌های همین دو تا نوشن بتونن ببینن و متاسفانه ایره بگم که این بیشتر از طرف همین کسایی که داره مقاومت میزنه بیشتر دامن زده میشن. همین که نفر میگه که کم داره احتیاط کنیم یا چطور یا چیکار کمی تاکتیکی عمل کنیم، باید طرفدار طالب هستی، سخنگوی طالب شدی. من طرفدار این قضیه نیستم. خب قضیه جنگ یا آدم جنگ یک قضیه خیلی بسیار بطور جنرال عمومیه، میشه در موردش خیلی گپ زد و هر کس نظر خود داشته باشه یا به قول آقای جعفری که هر کس میتونه اون گراوند خود تعریف بکنه. امیر فقط میخواستم بگم که بسیار تشکر. از این باب یکم اگه محتاطانه رفتار میکنیم. ممنون از نظرت. کاوه جان خودت اگر فی نداری و حسد جانم صحبت نمیکنم. زنده باشم. سپاس از همگی بابت وقتی گذاشتن. بحث بسیار خوب بود. تقریبا فکر میکنم که 4 ساعت هست که این بحث ادامه داره.
گفتگو رکورد شد، تبدیل به پادکست میشه روی وبسایت، همچنین ساوند کلاود، یوتیوب و چند شبکه دیگه قرار میگیره. اگر دوست علاقه داشتن که دوباره گوش بکنن میشه که از مراجعه بکنن. سپاسگزار همگی، وقت بر همگی خوش. من فعلا صحبت رو بدارم. سپاس تامیر جان، وقت و انرژی گذاشتی. کاوه جان، علیرضا عزیز، فتح جان، تک تک دوستایی که بالا آمدن صحبت کردن و همچنین بخش شنوندگان. من تشکری میکنم از دوستایی که آمدن اشتراک کردن. مواظب خودتان باشین. شب و روزگارتان خوب. بای بای.